قراره یه تکنیک بهتون آموزش بدم که درجه حالتون رو خوب کنه. اگر سردرد داری، استرس داری، فشار عصبی داری، ناراحتی، نمیدونی چی کار کنی، کافی از این تکنیک استفاده کنی، سریع حالتو خوب کنی، سطح انرژی بدنتو بیاری بالا. با دقت گوش بده. قراره یه سری از نقاط بدن رو بهش ضربه بزنیم و همزمان یه سری کلمات رو تکرار کنیم. خیلی ساده است ولی با دقت گوش بده. اولین نقطه‌ای که بهش ضربه میزنیم اینجاست. چند تا ضربه بهش میزنیم، نه خیلی محکم نه خیلی آروم، در حد یه ضربه، خیلی نرم. بعد بغل چشماست، چند تا ضربه به اینجا میزنیم. زیر چشمه چند تا ضربه میزنیم، روی لبه چند تا ضربه اونجا و زیر لب چند تا ضربه. این نقطه قفسه سینه، قسمتی که سفته، ضربه میزنید. زیر بغل ضربه میزنید هر دو طرف و قسمت آخر دقیقاً بالاترین نقطه سرتون ضربه میزنید با کف دست. این باعث میشه سطح انرژی بدنتون بالا بیاد. حالا میخوام این تمرین رو انجام بدم. به فرض مثال سردرد دارم یا استرس دارم. الان چی کار کنم؟ چه جوری حالم رو خوب کنم؟ اول چشامو میبندم، به این فکر میکنم که خب سردردم یا استرسم چه عددی؟ از 1 تا 10. 9. خب حالا میخوام این 9 رو بیارم پایین و به 0 برسونم. مثلا من سردرد دارم، ضربه میزنم، میگم من سرم درد میکنه. من اجازه میدم که این سردرد تو سرم بمونه. این سردرد میتونه بمونه. من اجازه میدم که این سردرد خارج بشه. این سردرد خارج شد. سرم کاملا آرومه. ضربه میزنم. اینجا من چون میکروفون دارم نمیتونم ضربه بزنم. سرم کاملا آروم شده. سرم کاملا آروم شده و ضربه به سر. من کاملا آرومم. یه نفس عمیق و حالا چشمامو میبندم ببینم از 1 تا 10 استرسم یا سردردم چه عددی شده. برفرض شده 5. یه بار دیگه این تکنیک رو انجام میدم. یعنی دوباره ضربه میزنم، سردرد دارم، من اجازه میدم سردرد تو بدنم بمونه. این سردرد میتونه بمونه. اجازه میدم این سردرد از بدنم خارج بشه. از بدنم خارج شده. من آرومم، کاملا آرومم، آروم شدم و دوباره یه نفس عمیق میگیرم و میبینم که از 1 تا 10 چه عددی شده. میبینم شده 3. دوباره این تکنیک رو انجام میدم. 2-3 بار این کار رو انجام بدید، درجه حالتون رو خوب میکنه، انرژی بدنتون رو میاره بالا و فوق العاده قدرتمند میشید. میتونید از این تکنیک در طول روز استفاده کنید و حال روحیتون رو به بالاترین حد برسونید.